اینجا راغون است، مخزن نور، سرچشمه نور و ضیا، پرواز عشق ارمانی هزار ساله ها ترنم کرده ایجادکاران دیار از قدیم تا قدیم، عملی شدن آرزوهای دل انتظار، پیوندگر محبت پاش خورده همسایه‌داری ها. خداوند عظیم الشأن در کتاب آسمانی به زمینیان فرستاده‌اش وعده داده است که کسی به بدبختی های کس نادید و گوش ناشنید افتاده است، اگر همه پیش آمدش را از تقدیر دانسته کشایش را به خاطر خوشبختی خود و اطرافیانش صدقاً از آفریدگارش تمنا نماید، همه پیش آمد به منفیتش به پایان میرسد. بله، نسل زمان ما این فرموده را شاهدیم. بعد 1000 سال دهشت‌های بسری عاشقان اصیل آبادی و آزادی، رشد و نمو و زندگی شایسته آمده را خدای حکیم به وصل پیوست. شاید بعد چند هزار ساله که فرزندان فرزانه این کشوری در گذشته جبر تاریخ کشیده رو به نور و صفا رسیدن قربان شدند و پساوندانشان در خفال کوههای آسمان بوس پناه بردند با شهادت تاریخ تبری. 31 سال مقدم عین اوج بدبختی های سرتاسری ملت، جوانمرد زمام دولتداری ملی را عاشقانه به دست گرفت و من به شما صلح میارم گفت و متاسفانه اطرافیان باور نکردند و به جای کمک صدهای زیادی براش پیش آوردند، ولی او از راهش باز نگشت و خداوند او را موفق گرداند و او نه تنها وعده‌اش را جامعه وفا پوشاند، اینچنین اعمار کاخ نور را راه اندازی کرد که آرزوی 1000 ساله های این ملت اذیت کشیده در پایه قله های آسمان بوس بود. زهی ای رهنما، ای رهنمای عشق در راغون، زهی ای همنوا، ای همنوای عشق در راغون، کلید نور با دست شما روشن شود فردا، زهی ای دست ها، ای دست های عشق در راغون. بود راغون کلید قسمت فردای ما، کلید قسمت فردای خود منظور می سازیم. دمی که چشم تنگان اوج کار ما نمی خواهند، بیا چشم عدو با نور راغون کوه می سازیم. امروز هوای تازه دارد راغون، بر بام دل از هوس ببارد راغون. برای نور پاک جاودانه ما به پا خیزیم، برای ننگ و آر تاجیکانه ما به پا خیزیم. فروزان تا شود از دست ما این کاخ نورستان، به نیرو و توان رستمانه ما به پا خیزیم. هرزه پنداران در غفلت ماندند که راغون در تفکر جامعه تاجیکستان الکی در جریان استحصال برق است. دیر ماندند، دیر. خانه دل هر تاجیکستانی از برق امید راغون روشن است. سیمچوب های ننگ و ناموس هموطنان در راه خیابان امید آرزوها الکی برق انتقال می دهد. هر ناخلف اگر دست درازی کند برقش می زند و شراره های افتخارمندی کورش می کند. راغون کلمه شهادت اقتصادیات کشور است که هر صبح و شام از دامن جانماز امید و آرزوهای صاحب وطن اصیل صدا می دهد. محابات نیست این فرموده، اما تا امروز یگان ایجادکار دیار چنین روشن و زیبا و نشانرس پیشنهاد نکرده بود اندیشه‌اش را که فراگیری همه امید و آرزوی همزمانان باشد. من نیز چون یک هوادار این طرح سازنده ملت با دولت سفر بال و پر کشادن میخواهم
و باور دارم هر یک خواننده صاحب دل با او شریک می شود. راغون علیرغم شور و ولوله ها، رشک و حسد و هذیان هرزگویان بنیاد خواهد شد، زیرا در صف آن هیکل متانت و مردانگی شرفمندان وطن قامت افراخته است. به یگان شک خورشید و ماه راغون در فضای روز و شب مورد شناسی نور افشانی دارند و این امواج نور ظلمت مانعه ها را پخش خواهد کرد و به شبهه کرختی و دیدلگی را هم در نهاد آنهایی که هنوز گمان و شبهه دارند این اندیشه مؤلف نیست می کند. حتی آنهایی را که زید این اقدام خیر زمان صد ایجاد کردن می خواهند به اندیشه خیر و نیک وادار می سازد، چون که انجام ساختمان به منفعت آنها نیز هست. تکیه با اقدام های خیر و نیک سرور دلاگاه تاجیکستان آنها را هشدار می دهد که کینه و قدرت را با آتش مهر و محبت نیروی راغون در اندیشه و شعورشان آتش زنند. چرا حسودان درک نکردند که از پیامد اقدام های امام علی رحمان خلق و وطن آنها نیز بهره‌ور خواهند شد؟ فضای نورافشان راغون شام تار آسیای مرکزی را روشنایی عطا خواهد کرد. هر وقت امام علی رحمان در صحنه ملاقات و واخوری ها پیدا می شود، در اطرافش طرح راغون در شکلی با تعبیر دکوراسیا نمودار می گردد که این را احساس کردن دشوار نیست و نقاش ازل از عنایتش منظره مذکور را با دسته های نور هویدا می کند. شاید انا از همین منظره رشک و حسد حسودان بالا می گیرد و بی‌ضابطه می گردند. هر باره که امام علی رحمان به زمین انشاءات امیدبخش و تقدیرساز راغون قدم می گذارد، گویا آب و گل، سنگ و خشت و سقف و ستونش به زبان آمده صدا می کنند: ای سرور معظم، خود را به شکوه و جلال تمام بیارای و به مجلس درآی تا همگان بدانند که کسی را توان ستیز با آنکه خداوند عزیزش می دارد نیست. در این راستا همه مردم تاجیکستان نوابسته از خلق و ملت با سنگ و خاک و آب راغون هم آوازند و تأکیداً با ناتوان بینان تاجیکستان عزیز می گویند: این روز را به خاطر بسپرید که راغون ساخته می شود. دست شفاعت امام علی رحمان راغون را می سازد. جسارت و متانت مردم سربلند تاجیکستان خود بنیاد راغون است. همه این عطای خداوندی را از پی قدم سرور مورد شناس و دلاگاه زمان امام علی رحمان می داند دولت سفر که اثبات حقیقت رخ داده در پیش نظرمان می باشد. مدبیر سرنوشت به امام علی رحمان صداقت و صمیمیت، مهر و محبت و دلشناسی و خودآگاهی را هدیه کرد که باران شفاعتش به تاجیکستان عزیز سرسبزی عطا نمود. تقدیر به بخت مردم شرفمند تاجیکستان جلوه سیاست این ابرمرد توانا را به نمایش گذاشت و عنایت کارگردان ازل در زمین خاطر هموطنان گلزار بولیدروحی چمن چمن شکفت. شخصیت امام علی رحمان که توأم عزت و اکرام خدادادی است، پس بنیاد راغون هم به شه ستون آهنین شرافت و شفاعتش کفشیر استواری دارد و در بدل رنج و عذابهای مانعه ها راغون ساخته خواهد شد و کل هواداران طرح تقدیرساز و بنیادگذار و سازنده ملت به این اندیشه ایجادکار زمانش شریک می شویم. از آن جمله ایجادکار دیگری تاجیکستان و دیگر هواداران دور و نزدیکش نیز.
رو میاریم به محصول اندیشه دیگر عاشقان طرح بنیادی کشور. آن روز که چون بلور رخشد راغون، بر میلت ما سرور بخشد راغون. امروز به زور خود کنیم آبادش، بر ما همه عمر زور بخشد راغون. فرموده روانشاد شاعر راغونی صیقل. سنگ وزنین را بیا بر پشت من مان، هر قدر نبود برایم سهل و آسان. همچو مور می کشانم تا به منزل، تا نمایم سنگر در بند ساحل. از رگ و از رشته جان بند بافم، من به ناخون تخت سنگی را شکافم. خاک و ساروج می کشانم من به دندان، تا شود در قات را کفشیر و جوشن. تا شود دیوار محکم تر ز پولاد، بگزند از گرمی و باران و از باد. خیز با من مردمی زور و شرفمند، پیش دریای بزرگ تا شود بند. تا که راغون را به دست خویش سازیم، تا به گردون سر کشیم و سر فرازیم. این خبر بالا شود تا اوج اعلا، بررسد عکس صدایش تا ثریا.